صمیمی‌ترین عشق، پاکترین محبت و زیباترین احساس دوست داشتن در عشق وطن ارزشی والا دارد. بر کشوری آباد ننازم بچی نازم، بر میلتی آزاد ننازم بچی نازم. بختم کی به من داد همه شادی دنیا، بر بختی خدا داد ننازم بچی نازم. جمشید و فریدون و کروش زاده این خلق، بر رستم و فرهاد ننازم بچی نازم. علمی بو علی بر همه در دوا شد، بر علم و بر ارشاد ننازم بچی نازم. بر علم و بر ارشاد ننازم بچی نازمی. قلم فاش نمود عالمی ظلمت، بر شعله ایجاد ننازم بچی نازم. شده پن همه روی جهان شهرتی تاجی، بر همتی اولاد ننازم بچی نازم. بین سرخ و سفید سبز درخشنده لیوارا، بر پرچمی شمشاد ننازم بچی نازم. بر وحدتی تاجیک همه دنیا سناگون، بر دولتی ایجاد ننازم بچی نازم. بر دولتی ایجاد ننازم بچی نازم. بر بختی خدا داد ننازم بچی نازم. فرزندی بهارانی گل افشانم من، ای پیوندی نهالانی گلستانم من. موسیقی در نگاه جوانان شور و شوق تازه می‌گیرد. آنها از آبادی وطن، از پیشرفت، از امکانات و شرایط‌هایی که برای با علم و هنر فرا گرفتن جوانان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً پرزیدنت کشور فراهم آورده شده است نیرو می‌گیرند. سرچشمه ایجاد و دلگرمیشان نیز همین آسودگی وطن و دستگیری های همیشگی است. بلندی تاجیکستانم من یارمایی، بله فرزندی تاجیکستانم. بله. و این واقعا هم باعث افتخار است. مناسبت ما هستند هنرمند جوان دیگر از نسل فرهنگ ناحیه درواز فرخروز شامراد. و وقتی که شما درباره وطن زمزمه میکنید هر یک نفر شنونده میخواهد که همین گونه سرودهای وطن دوستانه البته از بیشتر صدا میدهد و وقتی که سرود وطن دوستانه صدا میدهد قلب ما را افتخار ملی باز هم فرو میگیرد و چی محبت چی صداقت به این میهن دارید همچون یک هنرمند جوان. وطن این پایگاه ما، این سرنوشت، یعنی که مکان ما به دنیا آمده ایم و ما هم یک چون هنرمند همچون هنرمند تمام شعر و سرودی که ایجاد میکنیم یا میسراییم اولا از زمین وطن آغاز میکنیم،
چون که وطن این زادگاه ما میباشد. قلب ما اگر همون لحظه ها از وطن دور باشیم با یاد وطن بوم میزند و خوب است که هنرمندان جوان با انتخاب راه صنعت کوشش می‌نمایند که قدم‌های نخستین آنها البته استوار باشد و در راه محبت وطن باشد. بله. در حیات شما همچنین یک هنرمند جوان موسیقی چه نقش گذاشته می‌تواند و چه آرزوها بود که شما راه صنعت را پیش گرفتید و کنسرواتوری ملی را نیز ختم کردید؟ بله، صنعت این در دل من از وقت‌های کودکی، یعنی از وقت‌های مکتبی در دل من جای گرفته بود. وقتی که ما در مکتب میانه میخوندیم، بین مکتب‌ها آزمون‌ها میشد، ما اشتراک میکردیم و همین شد که ما تا به امروز آماده رسیدیم و در کنسرواتوار امیلی را هم ختم کردیم و خوشبختانه حالا در این وطن عزیز و مهربان خدمت کرده هستیم. در هر یک منطقه تاجیکستان هنرمندان با سبک و اسلوب خاص سرود می‌سرایند. وقتی که ما ناحیه درواز میگوییم، در حال پیش نظر سبک خاصی ترانه‌های درواز جلوه‌گر می‌گردد. استادان صنعت در طول سالها این سبک را در ژانر ترانه‌های خلقی پیشنهاد مردم نمودند که امروز با نام سبک اکا شریف جورایف، عبدالله نظری و زیاد نفران دیگر میشناسند. این استادان صنعت در معرفی صنعت موسیقی تاجیک نقش سازگاری گذاشتند که امروز هر یک جوان در سبک آنها کوشش می‌نماید ترانه پیشنهاد کند. سرودهای آنها را با محبت می‌سرایند. من بسیارتر سرودهای استاد عبدالله نظری، استاد فیض حسن، اکا شریف جورایف و دیگر استادها رو بسیارتر گوش میکنم و در این پیروی هم اینا بسیارتر راه پیش میبرم. میخواهم که از استاد عبدالله نظری یک سرود زمزمه نمایم. وصفی تو آمد به دیار صنم، وصفی تو آمد به دیار صنم، رفت از این من صبر و قرار صنم، رفت از این من صبر و قرار صنم، دل زی غم عشقی تو یار صنم، دل زی غم عشقی تو یار صنم، سینه ای من تختی تو یار صنم، سینه ای من تختی تو یار صنم. ای شالی زرین را به سر انداختی، گردی لبانت شکر انداختی، گردی لبانت شکر انداختی، بر منی مسکین نظر انداختی، بر منی مسکین نظر انداختی، با تو شدم عاشقی زار صنم، با تو شدم عاشقی زار صنم. جوانان سعادت و اقبال بلند را از وطن محبوب می دانند. در شور و شوق آنها موسیقی مقام والا دارد. فرخروز شاه مراد از خردسالی می خواست هنرمند شود. چون در رشته موسیقی تحصیل خویش را ادامه داد، مقصد او تنها ایجاد ترانه خوب و گوشنواز گردید. ترانه است که از استاد فیض حسن نفس در بزرگی وطن بخشیده شده است و این رو کمی هم باشد زمزمه میکنم. هی جان وطنا گوشه ایمانی من هستی، سرچشمه الهامی و ارمانی من هستی،
صد سال وطن در کشم گرچی برایت پیوندی خداوندی و ارمانی من هستی پیوندی خداوندی و ارمانی من هستی یار مئی ای جان وطن و گوشه ایمانی من هستی پیوندی خداوندی و ارمانی من هستی صد سال وطن و درد کشم گرچی برایت پیوندی خداوندی و ارمانی من هستی پیوندی خداوندی و ارمانی من هستی آرزوهای جوانان در دامان آسوده وطن البته عملی می شوند. آنها را شرایط های مساعد این دوران کامگار می نماید. لحظه ای که در اجرای این هنرمندان جوان سرودهای وطن را شنیدیم، افتخارمند گشتیم که این جوانان با محبت بلند می توانند که کشور خویش را وصف نمایند. من همچون یک جوان تاجیکستان شکرانه از این فضای آرام و این صلح و آسودگی میکنم که شکرانه پیشوای ملت میکنیم که با ما چنین یک امکانیت های داده است که این امکانیت ها نه در همه کشورها هستند که ما جوانان آزاد و آسوده در این وطن میتونیم زندگی کنیم و از این امکانیت ها ما اگر استفاده بریم با باوری دارم که با تمام قله های بلندترین میرسیم. موسیقی عالمی پر از راز و پر از زیبایی است. هر یک نفری که با شوق رو به موسیقی می آورد کوشش می کند تا از استادان صنعت، از نفرانی که عمر خویش را به ایجاد سرود و موسیقی اصیل بخشیدند پهلوهای گوناگون صنعت موسیقی را از خود نمایند. اگر انتخابی راه با مسئولیت و با زحمت پیوسته باشد، البته هر یک نفر را کامگار می نماید. یکی از قدر رسا غیرتی سروی چمنی سروی ای ماه بقد لیک بگی سوسومنی سروی ای ماه بقد لیک بگی سوسومنی لبودندانی تو ای سر قدی سیمی لبودندانی تو سر قدی
محبت وطن بزرگ و بی‌اندازه است. شخص را قدرت و توانایی می‌بخشد. انسان در وطن خویش سعادتمند می‌گردد. همه موفقیت و کامگاری‌ها در وطن جلوی تازه می‌گیرند. هر یک فرد خودشناس در دیار آباد و سرسبز تاجیکستان محبوب حرف شکرانه بر لب دارد. ما نیز با هزاران مهر و محبت میگوییم شکری آبادی و سرسبزیت تاجیکستان.